سرنوشت چیزیه که خودتون اون رو میسازید. اگه میخواید جاده موفقیت رو برای خودتون هموار کنید، کتاب اثر مرکب به قلم دارن هاردی راهگشای شما توی این مسیر پرپیچ و خمه. کتابی که در حال حاضر توی گروه پرفروشترین آثار نیویورک تایمز و آمازون قرار داره. ما در طول روز شاهد تبلیغات وسوسه انگیزی هستیم که ادعا میکنن با تلاش کم و هزینه های ناچیز میتونید جوانتر، پولدارتر و لاغرتر بشید، اما هیچ موفقیتی بدون تلاش و هیچ تلاشی بدون داشتن برنامه منسجم به نتیجه نمیرسه. در واقع ما ناگهانی ثروتمند نمیشیم، اما میتونیم راهکارهای جهت ثروتمند شدن آموزش ببینیم و اونها رو به طور مداوم و دقیق جهت افزایش درآمدمون به کار ببریم. کتاب حاضر شما را از این سردرگمی رها میکنه و ذهنتون رو روی اصول اساسی موفقیت متمرکز میکنه و به شما یادآوری میکنه که برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ لازم نیست اطلاعات جدیدی کسب کنید، بلکه باید برنامه مدون و سازمان یافته‌ای داشته باشید تا برای رسیدن به اهدافتون شما رو یاری کنه. جناب دارن هاردی با بیان 6 اصل تکنیکال و ثمربخش مسیر پرپیچ و خم موفقیت رو براتون هموار میکنه. این کتاب درباره موفقیت است و آنچه برای دستیابی به موفقیت واقعا لازم است. وقت آن رسیده که کسی این موضوع را رک و راست به شما بگوید. مدت طولانی است که به بازی گرفته شده اید و فریب خورده اید. شما هیچ وقت با روزی 2 ساعت وقت گذراندن در اینترنت به درآمد 200,000 دلاری نمی رسید. هیچ وقت نمی توانید 15 کیلوگرم از وزنتان را در 1 هفته کم کنید. با مالیدن 1 کرم روی صورتتان 20 سال جوانتر نمی شوید. نمی توانید با خوردن 1 قرص زندگی زناشوییتان را درست کنید و موفقیت با دوام و پایدار را هم با هر برنامه‌ای که برای واقعی بودن بسیار عالی به نظر می رسد به دست نمی آورید. خیلی خوب میشد اگر می توانستید موفقیت، شهرت، عزت نفس، روابط خوب، سلامتی و آسایش و رفاه خودتان را در یک بسته ظریف زیبای صدفی از فروشگاه محله‌تان بخرید. ولی موفقیت در این دنیا اینطوری به دست نمی آید. ما دائم با ادعاهای مهیج فزاینده‌ای درباره پولدار شدن، خوش‌اندام شدن، جوانتر شدن، جذابتر شدن و بمباران میشویم و معمولاً همه آنها ادعاهای یک شبه با تلاش کم و با پرداخت مثلا فقط 95 یا 39 دلار هستند. این پیام‌های بازاریابی تکراری احساس و درک ما را درباره آنچه که برای رسیدن به موفقیت لازم است تحریف می کنند. ما بینشمان را درباره اصول ساده اما عمیقی که برای موفقیت لازم و ضروری هستند از دست داده ایم. من از این موضوع خسته و کلافه شدم. دیگر نمیتوانم کنار بنشینم و ببینم که این پیام‌های بی‌معنی و نابخردانه مردم را منحرف می‌کنند. من این کتاب را به این خاطر نوشتم که شما را برگردانم به اصول اولیه. میخواهم به شما کمک کنم تا از این اغتشاش و در هم ریختگی خلاص شوید و روی همان اصول اساسی تمرکز کنید که واقعاً مهم هستند. شما می توانید بلافاصله اصول موفقیت اثبات شده با زمان و تمرین هایی را که در این کتاب است به کار ببندید تا نتایجی پایدار و قابل سنجش به وجود آورید. می خواهم به شما یاد دهم که چگونه قدرت اثر مرکب را مهار کنید. همان سیستم عاملی که زندگی شما را اداره می کند، چه در جهت بهتر شدن
و چه در جهت بدتر شدن. اگر از این سیستم به نفع خودتان استفاده کنید، واقعاً می توانید تحولات چشمگیری را در زندگیتان به وجود آورید. احتمالاً این جمله را شنیده اید: به هر چیزی که به آن فکر کنید می توانید برسید. خب البته فقط در صورتی که بدانید چگونه. اثر مرکب راهنمایی عملی است که به شما یاد می دهد چگونه در استفاده از این سیستم مهارت پیدا کنید. وقتی ماهر شوید، دیگر هیچ چیز یا هیچ هدفی وجود ندارد که نتوانید آن را به دست آورید. از کجا میدانم که اثر مرکب تنها فرایند مورد نیاز شما برای رسیدن به اوج موفقیت است؟ اول اینکه من این اصول را در زندگی شخصی خود به کار بستم. از این متنفرم که نویسندگان سنگ شهرت و ثروت خودشان را به سینه میزنند، ولی مهم است که بدانید من از تجربه های شخصی خودم صحبت می کنم. من به شما مدارک و شواهد زنده ارائه می کنم، نه فقط نظریه های تکراری، همانطور که آنتونی رابینز پیش از این اشاره کرد. من از تلاش هایم در کسب و کار به موفقیت های قابل توجهی رسیدم، به این خاطر که آن را آگاهانه با اصولی که در این کتاب می‌خوانید ساختم. در 20 سال گذشته خیلی جدی در مورد موفقیت و پیشرفت شخصی مطالعه کردم. صدها هزار دلار را صرف آزمایش و بررسی ایده ها، ابتکارها و فلسفه های مختلف کردم. تجربیات شخصی من اثبات کرده اند که مهم نیست چه چیزی یاد میگیرید یا چه استراتژی یا تکنیکی استفاده میکنید. موفقیت در نتیجه سیستم عامل اثر مرکب به دست می آید. دوم اینکه در 16 سال گذشته من یکی از رهبران صنعت موفقیت و پیشرفت شخصی بودم و با رهبران متفکر، سخنرانها و نویسندگان محبوب زیادی هم فکری کردم. به عنوان یک سخنران و مشاور 10,000 کارآفرین را آموزش دادم و مربی رهبران کسب و کار، مدیران عامل و آدم‌های فوق‌العاده موفق بیشماری بودم. از بین هزاران مطالعه موردی چیزهایی را که مؤثر هستند و چیزهایی را که به کار نمی آیند خلاصه و استخراج کردم. سوم اینکه به عنوان ناشر مجله موفقیت هزاران مقاله دریافتی و کتاب را اربال می کنم و در روند انتخاب کارشناسانی که در مجله با آنها مصاحبه می کنم شرکت می کنم و تمام مطالبشان را می خوانم. هر ماه تقریباً با نیم دوجین از کارشناسان برجسته و نخبه درباره عناوین و موضوعات مختلف مربوط به موفقیت مصاحبه می کنم و بهترین ایده ها و تفکراتشان را بیرون می کشم. هر روز و در طول روز در حال خواندن، مرتب کردن، فیلتر کردن و شنا در اقیانوس اطلاعات مربوط به موفقیت و پیشرفت شخصی هستند. منظورم این است که وقتی شما چنین دیدگاه کامل و جامعی درباره این صنعت دارید و در ضمن از مطالعه آموزه‌ها و عادتهای بعضی از موفق‌ترین آدم‌های جهان به خردمندی رسیده اید، هوشیاری شگفت‌انگیزی در شما به وجود می آید. حقایق اصولی نامشهود مثل کریستال شفاف و روشن می شوند. با دیدن، خواندن و شنیدن خیلی از این حقایق دیگر توسط تبلیغات دروغین یا فرستاده های خود مدعا با ادعای جدیدترین دستاورد علمی فریب نمیخورم. دیگر هیچ کسی نمیتواند تقلب به من بفروشد. من از دیدگاه‌های مرجع زیادی مطلع هستم، راه‌های خیلی زیادی را طی کردم و از روش‌های سختی به حقایق رسیدم. همانطور که مربی من و فیلسوف بزرگ کسب و کار جیم ران گفته است، هیچ اصول جدیدی وجود ندارد. حقیقت چیز جدیدی نیست، بلکه موضوعی قدیمی است. شما باید نسبت به آن مردی که میگوید بیا اینجا میخواهم عتیقجات ساخته خودم را به شما نشان بدهم مشکوک باشید. نه، شما نمیتوانید یک عتیقه بسازید.
این کتاب درباره مطلبی است که واقعاً مهم هستند و هیچ گونه مطالب اضافی و بیهوده‌ای در آن وجود ندارد. چه چیزهایی واقعاً کارساز واقع می شوند و به کار می آیند؟ کدام اصول اولیه و اساسی که وقتی روی آنها متمرکز شوید و مهارت پیدا کنید سیستم عاملی را به وجود می آورند که می تواند شما را به اهداف مورد نظرتان برساند و به شما کمک کند تا به شیوه دلخواهتان زندگی کنید. در این کتاب همان اصول وجود دارد. آنها سیستم عاملی را ایجاد می کنند به نام اثر مرکب. قبل از اینکه ادامه کتاب را بخوانید یک هشدار می دهم. کسب موفقیت سخت است. این فرایند پر از زحمت، ملال‌آور و بعضی وقتها حتی خسته کننده است. پولدار شدن، نافذ و جهانی شدن در رشته و زمینه خودتان آهسته و دشوار اتفاق می افتد. اشتباه برداشت نکنید. با پیروی از این اصول و مراحل تقریباً بلافاصله نتیجه آن را در زندگیتان می بینید. ولی اگر از کار، نظم و تعهد گریزان هستید، همان بهتر پای تلویزیون بنشینید و به تبلیغاتی که سرشار از شعارها و وعده‌های موفقیت یک شبه مشتری پسند هستند امید ببندید. البته اگر یک کارت اعتباری پر از پول دارید. حرف آخر این که شما همین حالا تقریباً تمام چیزهایی را که برای موفقیت می‌خواهید می‌دانید. شما به یادگیری چیزهای بیشتر احتیاج ندارید. اگر کل چیزی که می‌خواهیم داشتن اطلاعات بیشتر بود، پس هر کس که به اینترنت دسترسی دارد باید در یک عمارت مجلل زندگی کند و عضلاتی پولادین داشته و کاملا خوشحال و سعادتمند باشد. اطلاعات جدید یا بیشتر چیزی نیست که شما به آن احتیاج دارید، بلکه شما یک برنامه عملی جدید می‌خواهید. وقت آن رسیده که رفتارها و عادتهای جدیدی را در خودتان خلق کنید که شما را از کارشکنی و خرابکاری دور کند و ببرد به سمت موفقیت. رسیدن به موفقیت به همین سادگی است. در ادامه این کتاب به یک برنامه عملی مفصل و ملموس پی میبریم. اجازه دهید این کتاب از همین حالا انتظاراتتان را دگرگون کند، پیش‌فرض‌هایتان را از بین ببرد، حس کنجکاویتان را برانگیزد و ارزش را به زندگیتان بیاورد. در بخش‌هایی از کتاب منابعی را عنوان کردم که آنها را در سایت thecompandfact.com در دسترستان قرار دادم. لطف کنید به این سایت بروید و از آنها استفاده کنید. این کتاب و ابزارهایی که برای حمایت و پشتیبانی از شما فراهم کردم بهترین چیزهایی را به شما ارائه می‌دهند که شنیدم، دیدم، مطالعه کردم و آزمودم. اینها بهترین مطالب از مطالبی است که هر ماه در مجله موفقیت به شما هدیه می‌دهیم. عصاره همه آنها جمع است در یک کتاب کوچک متحول کننده زندگی و در ضمن کتابی بسیار ساده. بیایید شروع کنیم.